معماری، هنری که از دل تاریخ برمیخیزد و در تار و پود فرهنگ ما تنیده شده است. اما آموزش این هنر در ایران چگونه و از کجا آغاز شد؟ در روزگاری که استادکاران دانش خود را سینه به سینه منتقل می‌کردند، اندیشه تأسیس مراکز آموزشی چگونه شکل گرفت؟ از نخستین تلاش‌ها در دارالفنون تا پایه‌گذاری دانشکده هنرهای زیبا، مسیری که معماری ایران در آموزش پیموده بازتابی از تغییرات اجتماعی و فرهنگی بوده است. اما این تحول چگونه رخ داد؟ چه کسانی چراغ راه شدند؟ و چگونه این دانش از کارگاه‌های سنتی به کلاس‌های دانشگاهی راه یافت؟ بله، سفری خواهیم داشت به گذشته با پیشکسوت معماری ایران جناب دکتر سیروس باور، به لحظه‌ای که آموزش معماری در ایران معنا گرفت و خواهیم دید چگونه این هنر دیرینه در کالبد آموزش جان گرفت و به نسل‌های بعد سپرده شد. در ادامه با ما همراه باشید.